امروز نیز ما یکی از جوانان موفق، یکی از هنرمندان و روزنامه‌نگاران خیلی جوان و خیلی محبوب گلنوزا خوجاєва رو دعوت کردیم. تشکر به شما که ما رو به برنامه دعوت کردید. بسیار خوشحال شدم که شما به ما، به هنر ما نظر کردید. سلامت باشید. تشکر زیاد. خوش آمدید. بار دیگر گلنوزا در یک مدت کوتاه شما خیلی یک زندگی پرماجرای رو پشت سر کردید و درک شدم میشد. میگفتم اوچم اومد مرا سراغ اومد چی یا دانشگاه انا یا چه چی یا هرچند شما خیلی زیاد از 10 سال روزنامه‌نگار فعالیت کردید در تلویزیون بهارستان از کودکی شما فعالیت داشتید. ماس انا همین سختی ها سبب شد که از من یک گلنوزای قوی سازد، چون هر باره که رو افتاده میشوم خوب ناراحت میشوم یا خلاص از کار دست کشیدن میخوام، پیام هایی که در صفحه اینستاگرام به من دیگر ابونچون روان میکنن همانها رو خونده میگم باید تو ضعیفیت رو نشون ندی. صدای زیاد روزنامه‌نگاران رو از رادیو میشنویدم و میگفتم در خیالای خود در داخل همون تاکسی مارشروتکا یا اتوبوس میگفتم میشته باشد روزی که من به حیث مهمان در رادیو در تلویزیون اشتراک کنم. بازم چی است که به شما نیرو میبخشد؟ ما رو زیاد مدران پیگیری میکنند، همیشه با صبح بخیر، با شام بخیر، با سخنهای خوب خود و هر یک پیام آنها رو میخونم میگم هست نفری که موفقیت پیشرفت تو رو بینم. خودم در یک ضعیفی میبینم که از 100 طرف دستگیری بینم با میگردم زیق میشم که مثال نیست از دستگیری از طرف اویله نیست. شاید که اگر ما زندگی خدمت فیلم سازم و پیشنهاد کنم ما آزاد شوم از همه چیز.